سلام بچه ها، این ولاگ قرار 2 روز از زندگی من باشه که قرار شما رو با خودم همراه کنم. پس بریم که داشته باشیم. اگه میبینید ناقصه به خاطر اینکه جلوشو صاف کردم، پشتش اینجوری فره، خودم فره کلن، و اینکه الان خیلی ناقص اصلا نمیاد. حالا خلاصه که تایم ندارم موهامو درست کنم، پس سعی میرم آماده شم که برم بیرون. الان ساعت نمیدونم مشخصه یا نه، ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی 10 دقیقه مونده به 2. میخوام با دخترمون برم بیرون، بعدش دیگه بقیه‌شو نگم دیگه، اسپویل میشه. هم باشید که ببینید چی میشه. یادتون باشه این روزا میرید بیرون کرم ضد آفتاب به اندازه کافی بزنید. در واقع باید بیشتر از این بزنم، ولی چون سفیدکی میشه این نوعی که دارم، سان سیف بی تربیت سفید میکنه، نمیتونم زیاد بزنم. حقیقتا شبیه سفید برفی میشم. اونقدر سفید نیست، یعنی فکر میکنم خیلی بیشتر از این سفیدکم کنه، ولی خب خوبه. نمیدونم، شایدم کرده نور میزنه الان خوب نمیبینم. خب بیایم براتون تعریف کنم این چند وقت پیش چه اتفاق دارکی برام افتاد. من داشتم با یکی تو اینستا آشنا میشدم. سوالای بیسیک رو مثلا اصلا پرسیدیم که مثلا درس چی خوندی، دانشگاه چی رفتی، چند سالته، از این سوالای بیسیک. و یک دفعه برگشت بهم گفتش که سینگلی. خب من اگه سینگل نبودم واسه چی اصلا باید این سوالا رو ازت بپرسم، یا این سوالا رو تو وقتی ازم میپرسی بهت جواب بدم؟ خلاصه بهش گفتم آره سینگلم، ولی از یک جهتی سوالش خیلی برام مشکوک بود. گفتم نکن خودش سینگل نباشه خواسته که مثلا اینجوری بگه. بعد منم ازش پرسیدم، گفتم تو سینگلی؟ گفت نه. من اینجوری بودم what the bro، گلبرگ هایم ریخت. یعنی اینجوری بودم که خب سینگل نیستی، تو دایرکت من چه غلطی داری میکنی. برگشتم بهش گفتم او، یعنی چند تا او و چند تا اچ گذاشتم. و برگشت گفت نترس کاریت نداره، با اموجی خنده. و من اینجوری بودم که اولا این او من از روی وقاحت تو بود، انقدر که تعجب کرده بودم، انقدر وقیحی اوه گفتم از این وقاحتت. بعدش نسبت به این حرفش برگشتم بهش گفتم من از اون نترسیدم، از تو ترسیدم. برگشت گفت از منم نترس، منم یه آدمم بالاخره دیگه. خلاصه که جونم براتون بگه که زدم بلاکش کردم. و یعنی اینجوری هم که چه آدمایی پیدا میشن، پروردگار رو شد اینا رو به راه راست هدایت کن. چی میشه به این درجه میرسین که جی اف دارین میاین دنبال دختر سینگل؟ اصلا فازتون چیه؟ خب اصلا واسه چی خیانت میکنید؟ خب کات کن لعنتی، مشکل داری کات کن. هر جا هستی، نمیدونم اینو میبینی یا نه، ولی خاک بر سرت نکبت بیشور. صدای هاپ سگ منو میشنوین؟ ولی از یه طرف خوشحالم این که خدا، خواستم رو لکم بزنم بالای لکم. نظر من خدا خیلی دوستم داشت که این سری روی واقعی خودشو به من نشون داد و من فهمیدم چه عوضیه. و خوشگلای من، مخصوصا شماهایی که خیلی سنتون کمه، خیلی خیلی مراقب خودتون باشین نسبت به اینجور آدما و واقعا سریع اینا رو بگیرین بلاک کنید. اصلا بهش فوش و دریوری هم ندین، ارزششو نداره. سریع بلاک کنید. منم سریع بلاکش کردم. صورتمون لکه برداری میکنیم. البته من کانسیلرم کلا خیلی کاور بالا نیست و دقیقا از همینش خوشم میاد. یعنی یه پوست نسبتا صافی میده که انگار طبیعیه. خیلی نه خیلی پوست ماته، نه خیلی پوست صافه، خیلی انگار طبیعیه و من عاشق همینم. کلا نظرم آرایش نچرال همیشه جذابه و کلا سنتون هم همیشه پایین میاره. گرچه آدم هر جوری که خوشحاله، حالش خوبه، باید میکاپ کنه واقعا، و واقعا نباید براش این چیزا ملاک باشه. مهم باشه هر جوری که عشق میکنید باشید، آرایش کنید و لذت ببرید از زندگیتون. و حرف مردم هم اصلا براتون مهم نباشه، مهم خودتونید. خوشگلای من، یک کمم با تهموندهش پشت چشممو سفید میکنم، با تهمونده کانسیلری که روینه. چقدر اسفنجم هم داغونه. با پودر فیکس صورتم خوش کردم. بالم لبی که یکم لبامو رنگ داده اوکیه به نظرتون، یا روژ لب بزنم؟ نمیدونم
که رژ لب بزنم یا نزنم. من وقتی چونمو رژ گونه میزنم خیلی فیسمو دوست دارم، به خاطر اینکه احساس میکنم فیسم یه کیوتی عجیب غریبی میگیره وقتی چونم رژ گونه میخوره. حالا اصلا نمیدونم اینکه اینجای چونه رو رژ گونه بزنید در میکاپی درسته یا نه، که به بزرگی خودتون ببخشید اگه اشتباهه. خط لب این رنگی گوشتی میشه، نود میشه، نمیدونم. من یه دخترم باید اینا رو بدونم ولی من نمیدونم این چه رنگی میشه. یکم لبامو حجم میدم ولی نمیذارم حالت خطی بمونه با دستم، حالت خطیشو از بین میبرم. محو بشه و باید برینم، باید تر بزنم. نمیشه من آرایش کنم تر نزنم، مگه میشه؟ امکان نداره، باید تر بخوره. این لیپ گلاس از ایناست که فلفل داره. در نهایت هم یکم اینو میزنم که لبامو اینجوری کنم. لیکن نیست بگی پاشو برو ژل بزن، این کارا چیه؟ میکاپم راضیم ولی موهام میره زیر شال. بیخیال. صبحم بهتون بگم که واقعا هیچ کار خاصی نکردم، فقط صبح بیدار شدم و ناهار خوردم. دیر بیدار شدم چون دیشب دیر خوابیدم و ناهار خوردم و الان دارم براتون ویدیو میگیرم. بریم که بقیه روزو داشته میرم که استایل کنم و استایل گنگ رو انتخاب میکنم و اسنپ هم آهنگشو با استایلم ست میکنه. دختر عموم بالاخره به هم رسیدیم. سلام سازی. اگلی بیوتیفول. خیلی فانم با مزه. من تنگ شده بود. خب دوستان عزیز، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. گوله کنارش هم بزنین و خلاصه اینکه کامنت خوشگل برامون بذارین. دوستتون داریم. خیلی داری بد مسخره‌ام می‌کنی. نه تبلیغات خواستیم برای چنلتون. سارا در خدمته. پولی هم نمیگیره، کاملا مجانی. میگیره بچه. تبلیغات براتون میکنه. خواستیم در خدمتتونه. یه بوس بفرست. اومدیم یه کافه یه پر از بازی‌های فکری خفن داره. اومدیم که حسابی خوش بگذرونیم. این بازی که میبینید یه چیز شبیه دوز خودمونه که خیلی باحال و بامزه بود و تو رو خدا ببینید چقدر بازی فکری زیادی داره. یعنی واقعا آدم 5 ساعت میتونه اینجا بمونه. ما 1.5 ساعت تو این کافه بودیم. علاوه بر این که من بولینگ شکست میده، تو بازی فکری هم شکست میده. دوباره من شکست میده. کم لطفی میکنه. تو بازی فکری هم منو شکست میده. با دخترمون خداحافظی کردم و تو مسیر باشگاه این BMW خوشگل قدیمی رو دیدم و دلم براش قنج رفت. اینجا منتظرم که کلاس رقصم شروع بشه و مرسی که امروز با من بودین برای روز دوم. زود میبینمتون. سلام بچه ها، اومدین با روز دوم با من و به این روز دوم هم داشته باشیم. خب یه آپدیت بخوام از روز دوم بهتون بدم اینه که الان ساعت 3 بعد از ظهر، 4 ساعت پیش بیدار شدم و از صبح تا حالا هیچ کاری نکردم. فقط کار مفیدم این بود که ناهار خوردم، ولی در عوض از غروب به بعد کلی قراره کار انجام بدم. کم اسپویل کنیم امروز میخوایم چی کار کنیم. امروز قراره بریم یه رستورانی که تم آسیای شرقی داره. هم تمش آسیای شرقی، هم خب منوی رستورانش کلا آسیای شرقی. کلا غذای چینی، ژاپنی، کره همه رو داره. چیزی که برای من خیلی الان خفن تره اینه که دیدم داخل منوش بشقابای دریایی داره. ماهی دوست دارم، یه سری ماهی ها رو خیلی دوست دارم. میگو اصلا دوست ندارم، یعنی به نظر من هر جوری درستش کنی باز بو میده. چیزی که منو عاشق غذای دریایی کرد در واقع امتحان کردن هشبا بود. هشبا رو برای اولین بار امتحان کردم، عاشق غذای دریایی شدم. خوشمزه. من بهتون توصیه میکنم که هشبا رو امتحان کنید. صدف هم حقیقتا زیاد دوست ندارم امتحانش کنم، چون اونایی که خوردم میگن طعم قزروف میده یا طعم مغز گوسفند میده و باعث شد که من دلم نخواد صدف رو امتحان کنم. در واقع
میخوام بشقاب کالاماریشو امتحان کنم، ماهی مرکبشو. خیلی هم تعریف شنیدم از کالاماری که خیلی خوشمزه است فلان و فلانه، برای همین خیلی دلم میخواد برم امتحانش کنم و الان یکم ذوق اونو دارم. منوشو دیدم که مثلا لابستر یا خرچنگ اینا نداشت، اگه داشت حتما دوست داشتم لابستر رو امتحان کنم، حالا یا خرچنگ. من میخواستم در واقع این 2 روزی که قرار بود این ولاگو درست کنم و براتون بذارم و پشت هم بگیرم، ولی به خاطر اتفاقاتی که واسه خودم افتاد نشد این 2 روز پشت هم باشه و من ناراحت شدم از این بابت. خلاصه که مهم اینه که الان داره میشه روز دوم. ASMR رو دیدین اینجوری میاد شما رو اینجوری کنه، خیلی رو مخه ها. من نمیدونم بعضی چجوری دوست دارم، واقعا من به شخص اذیت میشم. برم که آماده شم بقیه روزو داشته باشیم، پس با من همراه باشین. اومدم استایلمو به شما نشون بدم که فهمیدم آینه اتاقم خیلی کثیفه. بعدش اسنپ گرفتم و رفتم به سوی بازار همراه با خواهرم. هوا هم دبش بود. اینجا هم دارم بهتون خوشگلیای بازار رو نشون میدم که برسیم به اصل داستان و اونم همین رستورانه. ما یه دونه سوشی فیله کرب سفارش دادیم، یه دونه هم بشقاب زاخاری شاه میگو و یه دونه هم کیمچی. اینجا دارم نمای رستوران رو بهتون نشون میدم که واقعا خیلی 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 گوگولی بود و اینجا هم من بی اعصابو دارین که دیگه گشتم شده و منتظرم غذا بیاد. و بله به غذا با چه دیزاینی اومد. اول این کیمچی رو امتحان کنیم. خیلی تنده ولی خوشمزه است. به تندخورا توصیه میکنم. واسه چجوریه؟ تنده. میدونیم سر سراغ سوشی یکم تو سویا میزنیم. سوشی فیله کرپش خیلی خوشمزه بود ولی کنارش یه سری ترشی زنجبیل داشت، نمیدونم چیه زنجبیل بود که خیلی بدمزه بود. و من همینطوری که گفته بودم اصلا میگو دوست ندارم چون به نظرم همش طعم میده و بو میده هر جور که درست شه، ولی این شاه میگو فوق العاده بود، یعنی محشر بود. من عاشق میگو شدم از الان. اینجا هم دیگه سیر شدم و اعصابم آروم شده، خیلی خوش اخلاق شدم و اینجا هم دارم نشون میدم که چجوری زدیم ترکوندیم. پلن جدید شبامم اینه که یکسره میرم باشگاه. مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودین. زود میبینمتون.